آقا بشینید. آقا بشینید خواهش. حاج آقا صحبت از یک انتخاب است، انتخابی که قبل از این که درباره یک فرد باشد درباره یک مسیر است. کل دوره‌ای که امیرکبیر این همه ازش تعریف میکنیم، این همه میگوییم این کارهای بزرگ رو انجام داد، امیرکبیر کمتر از 3 سال مشغول کار بود. در کمتر از 3 سال نشون داد میتوان موفقیت‌های بزرگ رو رقم زد. استان مرکزی چنین استانی است. یه استانی است که خاستگاه بزرگانی مثل امیرکبیر بوده است. این برای ما موجب افتخار است. من قبل از اینکه خدمت شما برسم در کارخانه هپکو اونجا بودم. عزیزان ما در این وقت شب، کارگران و خانواده هاشون حضور داشتن. انسان میدید که چگونه همه اونها و خانواده هاشون چگونه در سوگ خدمتگزار و خادم خودشون رئیس جمهور شهید آقای رئیسی هستند. چرا؟ رئیسی چه کرده بود که در این وقت شب کارگرها و خانواده هاشون جمع بشوند و با عظمت از او یاد کنند؟ آنچه که رئیسی کرد خدمت همراه با صداقت بود. من از همین مثال هپکو شروع کنم. اگر صحبت می‌کنیم از یک مسیر، یکی از تلخترین خاطرات من روزی بود که عزیزانی از همین هپکو، کارگرانی تشریف آوردن تهران، ما خدمتشون بودیم، در دفتر شروع کردن بیان کردن برخی از آنچه در هپکو می‌گذشت. چی بود این بحثشون؟ این بود که ما کارخانه‌ای هستیم که در سال 86 1800 ماشینالات سنگین راهسازی الان تولید ما به 0 رسیده است. الان کارگران ما چند ماه است که حقوق نمیگیرن. بیان میکردن وقت عوارضی که بر این بود، طلاق‌هایی که شکل گرفته بود. یکی از خاطرات تلخ ما این بود که میگفتن یکی از عزیزان ما از شدت فشار سعی داشته است که اقدام به خودکشی کند. و خاطره شیرین این است که 1 ساعت پیش وقتی من در هپکو حضور پیدا میکنم، همون عزیز رو میبینم با افتخار، با خوشحالی میگوید امروز من آرامش دارم، آسایش دارم و اینها همه مدیون اون حرکت‌های اصلاحی به ویژه شهید رئیسی است. من شخصی که الان روبروی شما نشستم همون علی بخشی هستم که رفتم رو پل شهید بختیاری خودم رو میخواستم بندازم پایین. چرا؟ دخترم به هم زنگ زد، گفت بابا روز معلمه، گل برام بخر بیار. یا همینجوری ما تو مفهوم موندم. باورت میشه 1000 تومانی اینجوری برم گل بخرم، من دخترم روز معلم بود. به تنها چیزی که فکر کردم رفتم رو پل خودم رو بندازم پایین راحت کنم از دست این حرفیا. یعنی واقعا نابودمون کرد. این شرکت با این اباحت، با این عظمت، 110 هکتار زمین، 2500 تا دستگاه در سال، رسید به 0. سالونا خالی. اومدی دیدی، فیلماشو دیدی، حرفای کارگرها رو شنیدی. اگه اومدی روی کار که میدونم میای روی کار و میدونم قوله و میدونم حرفه، حمایتمون کن مثل آقای رئیسی. میگم جدی دارم میگم، احساس میکنم بوی آقای رئیسی رو دارم مثل یه پدر.
ما کارگراییم که دوست داریم بیاین شما. میدونید چرا؟ چون اون زمانی که ما به بدبختی و فلاکت رسیدیم، آقای رئیسی و شما، من خودم اومدم دفتر شما بودید که ما رو کمک کردید. همه مردم هم میدونن که واقعا شهید رئیسی شما واقعا کمک‌های شاهانه کردید. اینا فکر میکنن که ما سیاسیم، ولی دکتر جان ما خداوکیلی سیاسی نیستیم. ما از ته قلب شما رو دوست داریم. میدونیم که شما چه انتخاب بشی چه نشی، شما بازم به ما کمک میکنی، به آذرا کمک میکنی. هپکو دوباره همین کارا رو میکنه و حتما خیالتون راحت باشه ما پشتیبان شما هستیم، به خاطر اینکه واقعا آدم سالم و ولایتمدار رو به والله میگم همه میدونن. اینجوری نیست که ما بخوایم خدای نکرده تبلیغات کنیم، بخوایم بگیم انتخابات، نه به قرآن. ما دیدیم در شما که واقعا این کارا رو برای ما کردی. واقعا یه خواهشی دارم آقای دکتر، ما مشکل ما تو این هپکو یه چیزه، جلو این واردات رو بگیرید. انشالله اگر انتخاب شدید این واردات واردات رو بگیرید. ما به والله قول میدیم که با کار و تلاش شما فرمایش حضرت آقاست، همونطور که چیزی که داخل کارگر ما کارخونه ما تولید میکنه. صحبت از یک انتخاب است، انتخابی که قبل از این که درباره یک فرد باشد درباره یک مسیر است.